کی میتواند؟ کی جرأت دارد تلفنش را به دست بگیرد، دست بالا کند سوی آسمان، گوید خدایا به خاطر تو در تلفنم چند ویدیو رسم‌های ناجا هست، رقم‌های دخترها هست، پاکشان میکنم به خاطر تو. حضرت ابراهیم فرزندش را قربانی میکرد برای پروردگار. نمیتوانی یک رسم، یک ویدیویی که هست پاکش بسازی یا دخترها را بر روی خط سیاه چارن اسپیسک پرتوی به زندگیت برگردی، نزدی عائلت برگرد، بعد در کارت در تجارتت آمد می شود، فیض می آید، می بینی که زندگیت کلا دیگر می شود، به پروردگار نزدیک می شوی. حضرت ابراهیم را یاد آر.